نصرت قبول باشه خیلی بهت افتخار میکنم. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. بدشانسی این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو این شغل. تو هم شعار دادی؟ شعار دادم سریعم در آوردم. جلوی چشام دوستامو کتک زدن گرفتنشون. چیکار باید بکنیم؟ میدونم هیچی همش دروغ بهش بگو خاموشش کنه. اشتباه این بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ مگه میشه نگفت؟ تا قبل گفتم شرایط زندگی ما عوض شده باید خیلی مراقب باشیم. رضوان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم. بوده بهتر از تو نمیدونم چه خبره؟ نه، چون توشی.